نباید مؤمن به شتاب دست زند. اکثریت غلط و خطاگی های جدی ما چه مادی و چه معنوی باشد از همان قرارهایی هست که ما شتاب آن را گرفته بودیم. این چونین درباره تسعو پیامبر میگویند خمیازه کشی که دهان را کلان شده خمیازه میکشند، میگویند وقت از شیطان است و وقتی که شما خمیازهتون آمد تا می توانید برگردانید. اگر برگردانیده نتوانستید در اینجا با دستتان دهان را پوشید و علل خصوص در نماز وقتی که شما خمیازه میکشید شیطان به شما خنده میکند و عجیب است که بعضی ها ساعت ها در نزد موسیقی و در نزد سریال ها میشینند، چیزی از خمیازه در آنها دیده نمی شود. دو کلمه از الله صحبت کردی، یک تا و نیم تا حدیث گفتی، دهانشان دیگر واز می شود مثل دروازه بخارا. دیگر چی میگوید؟ شیطان میگوید بالای سری این انسان آنقدر خیلی خوشرو حاکمیت کرده است که وقتی سخن الله را میشنود زود شیطان او را به بازی میاندازد. برای همین به خمیازه اهمیت دهیم. من در بعضی خواهران حجاب پوش مسلمان این را میبینم در مجلس های چه خیلی گفتم گپ های بیهوده این و آن خیلی خوشرو هوشیار چشمانشان زنده گوش میکنند. دو کلمه وقتی از قرآن و از سنت شد یا از آخرت شد یا یک چیزی درکاری و لازمی صحبت رفت، یک بار دهانشان به هوا میشود و باز خوابشان هم میآید که وای بر حالتان که در چهره اسلام است و در قلبتان شیطان شما را به دست گرفته است. چیزی دیگر توبه و استغفار است. الله میگوید در سوره اعراف آنهایی که تقوا دارند وقتی به آنها ضرر وسوسه از شیطان میرسد آنها زود به خود می آیند، زود پروردگار را یاد می کنند و عاقبت این وسوسه شیطان را و استغفار می کنند و چی می شوند؟ یک بار بصیرت آنها گشوده می شود. می خواهی که به تو شیطان وسوسه نکند، دهانت را قلبت را به استغفار مشغول کن. استغفاری که استغفرالله و اتوب الیه استغفرالله و اتوب الیه، اما در قلب فقط نیت بازار است و نیت ترتیب خانه هست و خوراک پختن است و با فلانی واخوردن باشد، آن استغفار نیست. آن فقط زبان را خسته کردن و قلب را غافل کردن است. استغفار باید با قلب باشد که خدایا از گناهایم که تو میدانی، تو از من شاهدتر هستی یا من خود میدانم از فلان گناه هم که همین نزدیکی به آن دست زدم. گویان گناه را به یاد آورده وقتی انسان زیاد استغفار میکند پروردگار بصیرت او را باز میکند. این وعده الله هست که او هم به خود و هم به دشمن خود بیناتر میشود.